پشتی انجامدانا جوینا سیالی روژا چرشما در باسبوی لموسکو لسر آستا وزیرین براوانیه ین ولات ترکیه روسیا و رژیم اسد هف پیمانیا امریکی بو سوریه داخویانی یک دوی درباره دبلاف کر تیدا دخوازا دوباره گرنگیدانی به پشتوانیا چارەسەریya سیاسی لسوریه جو واشنطن کر. ده داخویانی ده هف پیمانیا امریکی بو سوریه دخواز جریوبریا جو بایدن سروک امریکا کر که دوباره گرنگیدانی بده چارەسەریya سیاسی لسوریه دریا هفکاری و هماهنگی به ترکیه را لگوری بریارا ناف دولتی 2254. هفپیمانی امریکی با سوریه ده همان داخویانی خود تکزی لسر پیوستی بردامی پاراستنا مافی پنابرین سوری درباری وگرا برازیبون با ولات خود دانین ریوازک سیاسی هفگرتی برف سوریه کمیسار سیاسی لسوریه چالاک بکه و مطرسین ترکیه این اولهی چاره سر بکه. هروها پیوستی بردامی پیوندیان نابر امریکا ترکیه جبوی دیتنا چاره سریک سیاسی جکریزا سوریه را. هروها هفپیمانی آنافبورین رازیبون خواه لسر جوینا سیالی کود نابر وزیرین براوانیه و سروکین سیخوریه ین هر سی ولاتان هاته انجامدان نشانده. داخویانی آمجه بوی چندجی کر که درخصنا ترکیه ببسدما دوباره وگرا رواتیا رژیم اسد و نگهدان امریکا درباری سوریه و ببسدما به حزبون و زیدبون هجمون روسیه و ایران لسوریه لسر حساب واشنطن و انقره. تکس کر که پیوست ریوبریا بایدن ریوازک سیاسی گونجاو هفگرتی درباری سوریه بستینه دا کمیسار سیاسی لسوریه اکتیو ببه و چارەسەری جکریزا سوریه را وردیتن و روش چارەسەر ببه. گوت تنکرنا لسر رژیم اسد دوی دریا استراتیجیتک هفبش دبه نبرا وکالتین درباری پروژه یاسای کپتاگونا تایبت بروبروبونا مادین هشبر یا کو بشار الاسد بخسر پرشتیا ویدکه جبوی گرتنا پروسین قاچاقیا مادین هشبر داخواز ترکیه کرکو تاوانو بمپیکرین کو رژیم اسد د سالین در باسبوی ده در حق سوریان ده انجام دایش بیر نکه هر پنگاوک برف نزیک بونه لگل رژیم اسد یا لاواز و دمارک جیانه یا دیپلماسیج رژیم کوالا را پیدا بکه. هفپیمانی امریکی با سوریه ده رخصتنان لخودگره ناونداوی لامریکاییه. او داخویانی هفپیمانی امریکی با سوریه هات بشی انجامدان جوینا سیالی لموسکو که روسیا هول دیده و ناوینکاری دکه جبوی درستبونا نزیک بونه که و دوباره وگرا پیوندیان نابرا ترکیه و رژیم اسد ده.